مارول تازه یادش افتاده که کیفیت از کمیت مهمتره. دیسی هم یه سری حرکت عجیب زده که ممکنه همه چیز رو عوض کنه. یه سری تصمیم هایی گرفته شده که شاید فکر کنی عجیبه، ولی اگه درست پیش بره دنیای ابرقهرمانا یه نفس تازه میکشه و فیلمایی که از این به بعد میاد خیلی بهتر میشه. سلام به رفقای فارسی فلیکس. توی این ویدیو قراره ببینیم توی دنیای دیسی و مارول چه خبره، چه فیلم هایی اومدن، کدوما توی راهن و از همه مهمتر اینکه توی پشت صحنه چه تصمیم های عجیبی گرفته شده. اول از مارول شروع میکنیم که تغییرات بزرگی داره. به نظر میرسه که استودیوی مارول داره کاملا خودش رو بازسازی میکنه. کوین فایگی رئیس مارول اخیراً به همکارانش گفته که تماشای فیلم ها و سریال های جدید مارول خیلی خسته کننده شده و بیشتر شبیه تکلیف مدرسه شده تا یه سرگرمی. برای همین از سال 2026 به بعد قراره فقط یک یا شاید دو سریال لایو اکشن MCU در هر سال منتشر بشه. این خبر نشون میده که مارول بالاخره به انتقادها گوش کرده و فهمیده که کیفیت بهتر از کمیته. فایگی همچنین دستور داده که پروژه های آینده مارول باید مثل فیلم های قدیمی MCU باشن. یعنی اکثر فیلم ها باید مستقل باشن و مقدمه چینی که دارن توی صحنه پس از تیتراژ انجام بشه و مخاطب‌ها برای دیدن یه فیلم نباید حتما قبلش چند تا سریال یا فیلم‌های دیگر رو دیده باشن. میدونیم که فیلم تاندربولتس هم دقیقاً از همین فرمول استفاده کرده و یکی از بهترین فیلم‌های MCU در سال‌های اخیر شده. حالا امیدواریم که این روند ادامه پیدا کنه، چون اگر اینطوری پیش بره MCU قطعاً به دوران اوجش برمیگرده. حالا که اسم تاندربولتس اومد، بذارین درباره پایان و صحنه‌های پس از تیتراژ این فیلم هم صحبت کنیم، چون واقعاً هیجان انگیزه. میدونید که در پایان فیلم مشخص میشه که علامت ستاره توی عنوان فیلم برای چیه؟ اون در واقع نشون میده که این تیم دیگه اسمش تاندربولتس نیست، بلکه تغییر پیدا کرده به انتقام جویان جدید. والنتینا اونها رو اینطوری نامیده تا خودش رو نجات بده و این تیم در واقع انتقام جویان دولتی حساب میشن. اولین صحنه بعد از تیتراژ هم خیلی بامزه است. رد گاردین سعی میکنه جعبه سریال جدید رو با تصویر انتقام جویان جدید رو بفروشه، ولی مردم ازش فرار میکنن چون نمیدونن که اون کیه. اما صحنه بعدی پس از تیتراژ واقعا یکی از صحنه‌های مهم فیلمه. یک پرش زمانی 14 ماهه داریم و انتقام جویان جدید حالا برج انتقام جویان رو در اختیار گرفتن. همه لباسهای جدیدی دارن. رد گاردین یه لباس نسکار پوشیده که روش هم پر تبلیغاته. باکی یه لباس فوق‌العاده داره و US ایجنت هنوز اون سپر تا شدهش رو نگه داشته. نکته مهم اینه که کاپیتان آمریکا یعنی سم ویلسون این تیم دولتی انتقام جویان رو تایید نمیکنه. دقیقاً همون چیزی که توی جنگ داخلی با استیو علیهش میجنگید. باکی و سم دیگه روابط خوبی ندارن و کپ حتی برای حق نشر عنوان انتقام جویان از اونها شکایت کرده. و اما خبر باور نکردنی بعدی، جک شرایر کارگردان فیلم تاندربولتس در مذاکرات اولیه برای کارگردانی فیلم مردان ایکس MCU قرار داره. این خبر واقعا هیجان انگیزه. مارول ماهاست داره با کارگردان‌ها جلسه میذاره تا مطمئن بشه فیلم مردان ایکس MCU بی‌نقص باشه. اونا قبلا یه نویسنده رو پیدا کردن و حالا جک شرایر رو به عنوان کارگردان احتمالی در نظر گرفتن. با توجه به موفقیت فیلم انتقام جویان جدید این انتخاب منطقیه. جک شرایر کارگردان فوق‌العاده‌ایه و به خوبی با دنیای مارول کار میکنه. اون با فیلم انتقام جویان جدید بیشتر از یک داستان کامیک بوکی به ما داد. یک مطالعه موردی سلامت روان که عمیقاً هم تاثیرگذار بود رو به ما نشون داد. حالا تصور کنید یک فیلم مردان ایکسی به ما بده که روی تبعیض علیه جهش یافته‌ها تمرکز داره. شاید خودمون ندونیم ولی واقعا به همچین فیلمی نیاز داریم. از مارول که بگذریم، از دنیای دیسی تریلر جدید فصل 2 سریال پیس میکر منتشر شده و واقعا دیوانه‌واره. این فصل با تلاش پیس میکر برای پیوستن به یک تیم ابرقهرمانی شروع میشه، اما اونا بهش میگن که اون یه بازنده است و ردش میکنن. با وجود اینکه توی فصل 1 دنیا رو نجات داده، اما انگار هیچکس خبر نداره. توی این فصل شاهد بازگشت هاگگر و گرین لنتر هستیم که قراره توی فیلم آینده سوپرمن هم حضور داشته باشن. همچنین اولین نگاه ما به شانگان هست که جایگزین پدرو پاسکال شده و نقش لرد جدید رو بازی میکنه. به نظر میرسه که لرد کسیه که این تیم ابرقهرمانی رو داره تامین مالی میکنه. برای همینی که همه این قهرمان‌ها لباس یونیفرم پوشیدن. جالب اینه که فصل 1 پیس میکر در دنیای DCEU اتفاق افتاد، اما فصل 2 در دنیای DCU رخ میده. یعنی این فصل قراره عناصر چند جهانی داشته باشه و انگار توی تریلر هم این رو نشون دادن. صحنه این هستش که کریس وارد یک دنیای جدید میشه و ما یه نسخه دیگه از پیس میکر رو میبینیم. یعنی ممکنه پیس میکر دنیای DCEU بخواد جای پیس میکر دنیای DCU رو بگیره. شاید حتی اون رو کشته و جاش رو گرفته. در کل به نظر میرسه که از فصل 1 خیلی بهتر شده باشه. حالا بریم سراغ یه دنیای دیگه. تازه تیزر، تریلر و نام فیلم سوم گودزیلا در مقابل کنگ رو منتشر کردن. عنوان رسمی این فیلم گودزیلا وس کنگ سوپرنووا هست
که نشون میده فیلم بعدی با موضوع فضایی خواهد بود. این یعنی احتمالاً میتونیم گودزیلای فضایی رو ببینیم. اگر نمیدونید این چیه، گودزیلای فضایی وقتی شکل گرفتش که یه تیکه از دی ان ای گودزیلا به فضا پرتاب شد و بعد از چندین رویداد فضایی به گودزیلای فضایی جهش یافته تبدیل شد و به زمین برگشت تا همه جا رو نابود کنه. این فیلم قراره بیشتر روی گودزیلا تمرکز کنه تا کانگ، چون دو فیلم قبلی بیشتر روی کانگ تمرکز داشتن. در پایان نمایش آلمان هم فقط ما قررش گودزیلا رو میشنویم، در صورتی که توی فیلم‌های قبلی قررش کانگ رو میشنیدیم. بر اساس لوگوی فیلم به نظر میرسه که اونا قصد دارن این سرگرمی اغراق‌آمیز دنیای هیولاها رو ادامه بدن. اما این فیلم تا مارس 2027 اکران نمیشه، پس حالاها وقت داریم. در حالی که دنیای سینما با اخبار متنوعی روبرو هست، خبر بازگشت کیانو ریوز در نقش جان ویک در قسمت پنجم این مجموعه توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. برخلاف قسمت‌های قبلی که تمرکز اصلی بر اکشن‌های پرهیجان و درگیری‌های فیزیکی بود، قسمت پنجم قرار رویکردی متفاوت رو داشته باشه. کارگردان این فیلم شاد استالسکی اعلام کرده که داستان جدید مستقل از خطوط داستان قبلی و بدون حضور سازمان های تیبل خواهد بود. این تصمیم به منظور ارائه نگاهی عمیق‌تر به شخصیت جان ویک و پرداختن به جنبه‌های روانی و درونی اون اتخاذ شده. کیانو ریوز با وجود نگرانی‌هایی درباره توانایی فیزیکیش در ایفای نقش‌های پرتحرک تصمیم گرفته که تا بار دیگر در نقش جان ویک ظاهر بشه. اون در مصاحبه اشاره کرد که اگر داستان مناسبی ارائه بشه آماده بازگشت به این نقش هستش. در کنار این خبر، دنیای جان ویک با پروژه‌های جانبی متعددی در حال گسترشه. فیلم بالرینا با بازی آنا دی آرمس در تاریخ 6 ژوئن اکران خواهد شد. داستان اون بین قسمت‌های سوم و چهارم مجموعه اصلی قرار داره. همچنین یک فیلم انیمه‌ای پیش درآمد و یک اسپین آف با محوریت شخصیت کین با بازی دانی ین در دست تولید هستش. با این تحولات به نظر میرسه که قسمت پنجم جان ویک قصد داره با روایتی تازه و تمرکز بر شخصیت پردازی مسیر جدیدی رو در پیش بگیره و تجربه متفاوت از قسمت‌های قبلی رو به مخاطبان ارائه بده. پس از خبرهای مختلف و تغییرات جالبی که در دنیای هالیوود و حتی در میان ستارگان اونها می‌بینیم، این بار نوبت به یک داستان شخصی از خانواده مشهور در صنعت سینما رسیده. این بار پسر رابرت دنیرو، یکی از بزرگترین ستارگان هالیوود، تصمیم گرفته که هویت خودش رو تغییر بده و با نام جدید آیرین هویت زنانش رو بپذیره. تصمیمی که نه تنها توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده، بلکه باعث شده تا دنیای هالیوود نگاهی متفاوت به حمایت از هویت‌های فردی پیدا کنه. آیرین که پیش از این با نام آرون شناخته میشد، پس از سالها مبارزه با هویت شخصیش در سال 2024 تغییرات هورمونی رو آغاز کرده و به طور رسمی هویت زنانش رو پذیرفته. اما اون چه که این تغییر رو از بسیاری از داستان‌های مشابه متمایز میکنه، واکنش حمایتگرانه و بی‌قید و شرط پدرش رابرت دنیرو. رابرت دنیرو در بیانیه‌ای اعلام کرد که من آرون رو به عنوان پسرم دوست داشتم و حمایت کردم و حالا آیرین رو به عنوان دخترم دوست دارم و حمایت میکنم. این نوع حمایت در دنیای هالیوود به ویژه از سوی یک چهره شناخته شده میتونه به دیگران الهام بخش باشه. خب رفقا، اینم از خلاصه اتفاقات داغ دنیای مارول و دی سی توی این هفته. حالا نوبت شماست. به نظر این تصمیم‌های جدید میتونن مارول رو برگردونن به دوران اوجش، یا وقتشه که دی سی یه فرصت دیگه‌ای بگیره؟ نظرتون رو حتما توی کامنت‌ها برامون بنویسید. اگر ویدیو براتون جالب بوده، لایک یادتون نره و حتما کانال رو سابسکرایب کنین که خبرهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.